بریم وارد صحنه ماحصل شیم برای امروز و یک نکته مهم و اونم که بعضی موقع ها ما حتی حاضر نیستیم یک فرصت همینجوری ساده به کسی بدیم. امروز یه موضوعی میخوایم حرف بزنیم که این دأب و این طبع و این قریحه و ذائقه بعضی موقع خیلی بلند بالاتره حداقل از آدم شبیه به من. تماشاش کنیم که موضوعی که بعضی موقع خیلی محجوره تو روابط ما، یعنی اعتماد، چجوری میشه ساختش؟ ما معمولا خرابش میکنیم. آیا میتونیم بسازیمش؟ بفرمایید. خیلی خوش اومدین. خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم. چطور آقای دکتر؟ سلام عرض می‌کنم خدمت خیلی مخلصیم. شما خوبین؟ شما خوش آمدید. خانم‌ها خیلی خوش اومدید، آقایون خیلی محبت کردید. قبول باشه انشالله. طاعت و عباداتتون. آقای دکتر چطوری شما؟ خیلی متشکرم، خیلی ممنون. ببخشید من دیگه بلند نشدم، عذرخواهی می‌کنم. کوچیکی که شما ببخشید من خیلی پرحرفی کردم خانم آقایون ببخشید. ما گوش می‌کردیم. چه خبر آقای دکتر؟ همه چی خوب؟ خوب. همیشه بسته به نگاه آدم هاست و اگه نگاه خوب باشه آقای علیخانی همه پیرامون ما هم خوب میشه. بسته به نگاه. یعنی چی؟ یعنی یه ظریفی میگفت چگونه دیدن تو عوض کن، چگونه فکر کردن عوض میشه، چگونه فکر کردن تو عوض کن، چگونه زیستن عوض میشه. یعنی نگاه ما افکار ما رو میسازه و افکار ما افعال ما رو میسازه. چون حال مردم خوبه امروز، احساس میکنم حال هممون خوبه. آدماییم که دیشب تو القوس بخشیده شدیم. احساس من اینه، حسش میکنم آقای علیخانی، حس میکنم حال هممون خوبه. خود امید به بخشش خداوند احساس میکنم حال ما رو خوب کرده. آقای علیخانی احساس میکنم که اتفاقات خوبی برای کشورمون، برای مردممون میخواد بیفته. انشالله. آره احساسش میکنم، مردمم حسش میکنم انشالله. دیدی وقتی که دیشب از مساجد میومدم بیرون، حالا من مشهد بودم، تو حرم بودم، حرم آقای مهربانی، آقا علی ابن موسی رضا. آقای علیخانی وقتی مردم میومدن بیرون، ما خیلی تابلویی که اسپانسر امسالمون امام رضاست، چون 70-80% مهمون از مشهد بالاخره تو صحنمون داشتیم. الحمدلله. خیلی خوبه که اسپانسر بشه. از مسجد اومدم بیرون چی؟ از حرم اومدم بیرون، احساس میکردم حال همه خوبه، هم میخندیدن، هم به هم دیگه تبریک میگفتن، انگاری که مطمئن بودن بخشیده شدن. خدای ممنونتیم، خدای ممنونتیم اینجاییم، خدای ممنونتیم که میشه با یک حال خوب با مردممون یک موضوع خیلی مهم رو به نظرم امشب صحبت کنیم. بله همینطوره. این سبکیه که شما میگید، این تراوته همیشه اتفاقی میفته، یا از پس هیئت و دستگاه امام حسین شکل میگیره برخلاف تصور خیلیا، یا همین خلوصه که شما میگی، همین خالص شدن تو شبای قدر و اینا، برای اینکه دیگه کافیه فقط آدم می فکر کنه که ببین تو که تکلیفت معلومه. همیشه به رفیقام میگم آقا من که خودم میدونم چه گنگکاری تو زندگیم کردم. یعنی شب موقع خوابیدن اگر دم به تله هیچ قاضی ندم، خودم که خوب قاضیم برای خودم. یعنی مجرم باشم، بی معرفت باشم، نامرد باشم، بدی کرده باشم، آبرو برده باشم، شب موقع خواب میدونم چندم تو کائنات. ولی حسن این شب میدونید چیه؟ با علم به این دارم میرم. یه آقا من تکلیفم معلومه دیگه، تو منو تماشا کن، من اگه به تو امید داشتم به کی داشته باشم؟ تو که حواست به فرعون یه زمانی بودی که من اندازه فرعون که دیگه نیستم دیگه هر بدی کرده باشم. برای همین حال خوشی میشه. ولی یه چیزی رو مشق کردنش که اتفاقا آقای دکتر امروز می‌خوام راجع بهش حرف بزنیم با هم دیگه تو فواصل حرفمون، اینه که ما کلا عادت داریم، اصلاح میکنم، من کلا عادت دارم که ببخشنم، بخشیده بشم ولی نمیبخشم. یعنی همیشه دوست داریم که یک کس دیگه این کارو بکنه. اگه بالایی است ببخش دیگه، آقا چاکرتیم، تموم کن قصه رو. شما آقای دکتر من اینجا آبروی شما رو بر نمیخواستین شما بری اینجا، من گفتم که آقای دکتر نه سوادشو دارن نه مسئله هم دارن و اینا، زیرا به شما رو زدم، من شب قدرم گذاشته، ما رو حلال کن و اینا، میدونی. ولی در مورد خودم اگر از آقای دکتر که شما که روبروی منی کینه‌ای دارم، اینو بلد نیستم ببخشم. آفرین. اگر هنوز پی بردن آبروی کسی ام، اینو نمیتونم بی خیال شم، میدونی. فقط دوست داریم یه طرفه این جاده باشه دیگه، بیاد رفته باشه برگشته امکان نیفته. حالا یه تکنیک یادشون بدم اگر 30 ثانیه بهم وقت بدی. من میگم بخشیدن لطفی است به خود نه به دیگران.
با شعار این که اگر او لایق بخشیدن نیست، من مستحق رها شدن هستم. میتونیم آدم ها رو ببخشیم. نکته اینه که ما فکر میکنیم بخشیدن لطف کردن به دیگرانه. خیر، بخشیدن لطف کردن به خودمونه. آیا علی خانی وقتی کسی رو نمیبخشی تو دایره ذهنت زندانی میکنی. زندانی جا میخواد، ملاقاتی داره، غذا میخواد، از ما انرژی میبره. ما با فکر کردن و دندونامون رو همدیگه فشار دادن اونو تغذیهش میکنیم. مردم خسته نشدید؟ نمیخواید بارا رو بذارید زمین؟ حیف نیست حالا که شب قدر رو گذروندید هنوزم دستت به اون تلفن نمیره و به اون که قهری و نبخشیدیش و ظلمی هم بهت کرده یه زنگ نمیخوای بزنی؟ انتخاب با شماست. بخشیدن لطفیست به خود، نه به دیگران. بابا این جمله رو تو بر من SMS کنید عزیز من، از خودت یاد مخلص شما. عرض کنم که نمیدونم چرا اصلا ناگهانی حرفایی که اول شما زدی احساس کردم خیلی حرفای خود من بود. بابت چند بذاشیم بریم سر کار، با اینکه خیلی هم خسته بودیم برای کار و اینا، تو این چند روزه و اینا بدو زیاد داشتیم، اما این سبک شدن این حال خوبه. آره واقعا مثلا دیشب با ما همه بچهای محصل با هم رفتیم یه جایی. آجلی انسانی عزیزم برامون روزه میخون، آقای قنبری نازنین و عمیق صحبت میکردن اینا. مثلا دور و بر نگاه کردیم همه هست، همه مدل آدم هست. بعد حال خوبیه دیگه. کسی هم بعدم یه جور بانمک یه جای شما میری، حالا مثلا من تو ایام مبارک رمضان که میرم همه نکته میگن، صحبت میکنن، سوژه معرفی میکنن، ممکنه یکی جیغ بزنه، یکی ازمون تعریف کنه و اینا. دیشب خیلی جالب بود، خیلی حال کردم با این قصه. همه سرشون تو کار خودشون بود و اینش خیلی ذوق کردنی بود. خیلی خب بریم این آیتم رو با هم ببینیم. بریم ما خدمتش. خیلی ماجرای مهمیه. خواهش میکنم ازتون که این قسمت رو با دقت لطفاً تماشا بکنید، چون این قسمت واقعیه که در سرزمین ما داره رخ میده و مثل همین ماجرایی که الان راجع به این بچه‌ها حرف میزنیم با هم دیگه، این 270,000 تا، این قسمتی که ما الان داریم پخش میکنیم خیلی قسمت حائز اهمیته، به جهت اینکه بعضی موقع من و شما با یه کار ساده میتونیم برش گردونیم به زندگی ولی نمی‌کنیم. بعضی موقع با زبان و کلاممون که کاملا دفعش میکنیم از کره زمین و بدتر و بدتر و بدتر میشه. برای همین یه ذره با دقت توجه کنیم بهش لطفاً، از خواهش میکنم. برمیگردیم بعد بهتون میگم که ویژگی بسیار خاص و ممتاز آقای دکتر چیه و دلیل دعوت ما و مهمانان عزیزی که اینجا حضور دارن. بفرمایید. کردیم به همراه نامه داد خونه ایراد میفتم برو سر کار. داشتم گفت درس تو بارچی بشکردی برو سر کار، هی کتک بخور، هی پول میدازیدم از خونه نمیدونم. جرم چیه؟ سرقت. سرقت چی سجاد؟ موتور. پدر مادرت چرا طلاق گرفتن؟ علتش رو درست نمیدونم ولی فکر کنم بیشتر به خاطر بیکاری پدرم بود. الان مادرت کجاست؟ الان شوهر که رفته سوئد. ماما یعنی کی آزاد میشن؟ کی آزاد میشن؟ ایشون یعنی به نظر آزاد میشن پس امروز دیگه. خوبه دیگه تمام شدی بدم به من نرسید و الان من بهت میگم. حالا من خودم چیکار کنم؟ مدرسه وحید جهت ملاقات به حساب مراجعه.
ملاقات ما ولی تو فراموش کردی؟ از این موضوع چرا این برید دیگه سر چیه؟ سر مادرته آره؟ بلند شو برو پاشو مادرت دوست داری پاشو باید به کندیرم برای مادر تنگ نه من دلم مادرم تنگ شده که فقط تو تنگ شده بیا چی بهت بگم خوب میشه بابارا به خاطر این داری که حیوانی امروز سر نماز هم به دام بود بنا باید به کار ندارم باید الو از تو من منتظرم چجوری میکنم آقا من از تو منتظرم گریه نکن نمیخواد بری وحید که آزاد میشم برمای امروز فردا میکنن 10 روز الان نمیمد نامه بچه بری بیرون باز موقعی 2-3 روزی برگردی تو دیپاسیون نه یه غلط کنم بیام اینجا همین چسبی به کار میرم سر کار دیگه باز همین چاق کشی شروع میکنی بابا میرم سر کار من از روی توجه کنم به نام گرد آزادی دیگران چرا گریه میکنی؟ گریه نکن آزاد میشی خدا حافظ تو فکر اینم که برم بیرون چیکار کنم که دیگه مثلا راحت بشم راحت زندگی یکی این که از مهرداد اسکوئی عزیز خیلی تشکر میکنم. دو این که همون جمله آخری که توی این مستند با هم دیگه شنیدیم شاید موضوع اصلی گفتگوی امروز ماست. فردای آخرین شب قدر و واردترین شب قدر و اینکه هممون دوست داشتیم که یک فرصت دوباره داشته باشیم، همه چی پاک شه، همه چی عالی شه و یک تولد دوباره داشته باشیم، اما خودمون حاضر نیستیم که بتونیم فرصت دوباره رو با آدم ها بدیم. و همین بچه‌ای که تماشاش کردیم و اون جمله در قسمت پایانی که برم بیرون چیکار کنم، حالا کار به موضوعاتی که رفتن اون تو متهم شدن اینا نداریم، اما یه ذره جامعه ما بستری درش فراهم نیست که بتونه بچه‌ها رو باز جذب کنه و عدم جذبشون میتونه فاجعه بزرگتری رو خلق کنه. اما آقای دکتر که روبروی بنده نشستن یک شاخصه ویژه دارن که خیلی سخت ما تونستیم ایشون رو پیدا کنیم. یه آدم‌هایی نظیر ایشون رو هستن اما بسیار کم و محدود.
آقای دکتر نبی که اینجا حضور دارن یک مجموع تشکیلاتی دارن که اتفاقا کارآفرینی میکنن، اما خط تولید و کاراشون و تشکیلاتشون از کسایی دعوت میکنن و تقاضا میکنن برای کار کردن که اتفاقا سوء سابقه دارن، متهم بودن، زندان رفتن، اصلا به قول من و شما مسئله دارن تو حوزه ای. ما همینجوری نگاه میکنیم دنبال این که یه انگی اتهام به کسی بزنن، اون سوء سابقه دارن. یعنی طرف حالا یا پرونده اقتصادی داشته یا خدای نکرده یه جرمی رو مرتکب شده یا اشتباهی رو کرده، حالا سهوا حالا عمدن، اما پشیمون میخواد برگرده زندگی کنه و مگه میشه؟ مگه ما تو مغازه‌ام بهش کار میدیم؟ نه. تو اداره‌ام بهش کار میدیم؟ نه. امکان. تو کارگاهمون بهش کار میدیم؟ امکان نه. تو گروهمون بهش کار میدیم؟ امکان نداره. ولی ایشون این کارو کردن. چرا آقا؟ نترسیدیم؟ آقای علی خانی، قبلش بهم اجازه بده یه چیز به مردم بگم. اجازه است؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. مردم، هیچ حادثه تصادفی نیست. شما تصادفی پای برنامه ماحصل ننشست. اتفاقی کانالتون نرفت روی. یه چیزی تو این برنامه امشب هست که شما باید بشنوید، که باید در مقابلش مسئولیت بپذیرید. این بچه‌هایی که دیدید تصاویرشون رو، شما میتونید کمکشون کنید. مغازه زیاد هست، کارخونه هم زیاد هست. میتونیم یه قسمت کوچولویی از کسب و کارمون رو برای خمس و زکاتش در اختیار این بذارید. میدونید بعضی وقتا من با خودم فکر میکنم، اینم همیشه سیب از درخت وقتی میرسه میفته پایین. همه مردم هم اینو دیدن، ولی نیوتن بهش یک نگاه قشنگ کرد و توش قانون جاذبه زمین رو در آورد. به برنامه ماحصل امشب یک نگاه قشنگ کنید و جاذبه زندگیتون رو در بیارید. شما نمیتونید رو کانال دیگه‌ای برید، چون باید بشنوید قصه پرقصه بچه‌های من رو. احسان آقا عالی بود خدا. عزیزم جون من سال بعد شما به جای من اجرا کن. نگو تو خواهش کردم. نگو، من احساس از خودت میگیرم. ترس، ما دو نوع ترس داریم اصلا. یکی ترس مجازیه، که ترس واقعی. ترس واقعی همین ترس از گرگ و مار. ترس مجازی ترس از سوسکه، ترس از موشه، ترس از تاریکیه. ترس از انسان‌هایی که خدا اونا رو بخشیده. شیخ ابوالحسن خرقانی تو دامغان یا عارف بزرگ دفنه، بالسر مقبره اون چه جمله بزرگی رو نوشتن. نوشته هر که در این سرای درآمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چون آن که در نزد خدای به جانی ارزد، در سرای ابوالحسن به نانی ارزد. نه احسان، نمیترسم، نترسیدم. خدا بخشیدش. اون در یه شب قدری توی حرمی، توی دای ندبه‌ای به خدا گفته غلط کردم، خدایا دیگه نمی‌کنم. بعد من خادم سر راهش قرار گرفتم. اینو شما چجوری فهمیدید؟ حسش حتما این سوالی که من از شما دارم میکنم، اولی که این مجموعه و کارخونه و تشکیلات و خط تولید رو انداختین که ماشاءالله شنیدیم خیلی هم وضعیتون خوبه و اینا، خیلی هم صادر کننده درجه یکی هم هستین. این همه آدم، این همه آدمای مختلف بودن، چرا پذیرفتید که آدم‌هایی که سابقه دارن، آدم‌هایی که زندان رفتن بیان برای شما کار کنن؟ خیلی سال 4 تا آدم کنار شما بودن گفتن آقا نکن دیگه، چه کاریه؟ خیلی سال خوبی، خیلی سال خوبی. یه استادی داشتیم احسان، از خارج از کشور می اومد این تهران درس میداد. من از مشهد بعد می اومدم تهران، هم اون آواره بود اینجا هم ما آواره بودیم. تو تمام مدت اینو ما مثل راننده آژانسش این ور ور می بردیم. زمان که خواست بره فرودگاه رسوندمش، گفتم خانم دکتر یه چیزی به من یاد بده که به بقیه دانشجویات یاد ندادی. من خیلی خدمت کردم به تو این 40 روز. گفت نبی یه جوری زندگی کن که اسمت با جسمت نره زیر خاک. حرفش خیلی تو ذهنم چرخید. اومدم ای خدا، اومدم تو ماشین نشستم، داشتم می اومدم تو شهر، دیدم مجری رادیو خیلی ساده و خیلی صمیمی یک فرمایش بزرگ رو از امیرالمومنین گفت. فرمایش این بود: چه سکوتی دنیا را فرا می گرفت اگر هر کس به اندازه عملش صحبت می کرد.
به راننده تاکسی گفتم ممکنه کنار نگه داری. حالم بد شد. میدونی برای که حال آدم خوب بشه احسان باید اول حال آدم بد بشه. باید بریزی به هم تا یک ساختنی صورت بگیره. یه 45 دقیقه اومد گفت حالتون خوب نیست، من وایستم یا برم؟ گفتم دارم حالم خیلی خوب میشه. دیدم درس میدم، حرف میزنم، الان کشور وقت عمله. آستینا رو بالا زدم، گفتم باید یه کاری بکنم، اما کار تکراری محکوم به شکسته. باید یه کاری کرد متفاوت. کار متفاوت ماندگاره. اسمت با جسمت نمیره زیر خاک. رفتم سراغ معلولین. نه جواب نمیده. باید در عین حالی که کار خاص میکنی اولم بشی. به یک رئیس کمپانی بزرگ صوتی تصویری گفتن که تو چی کار کردی همه دنیا رو با محصولاتت گرفتی؟ گفت من هر کاری انجام دادم و کمی بیشتر. گفتم باید یه کاری بکنم که کمی بیشتر. اصلا بعضی از کارا مثل پارو زدن تو جریان رودخونه است. یه پارو تو میزنی 5 متر هم جریان رودخونه میبرد جلو. باید دنبال یه همچی شغلی میگشتم. رفتم سراغ کسانی که کسی به اینا کار نمیده، سوء پیشینه دارن. یه تیمی رو جمع کردم از کسانی که با خودم هم فکر بودن، شدن مدیرانم که خیلی بهشون مدیونم. مدیراتون هم سوء پیشینه دارن؟ نه، مدیرانم عالیان. خب شدیم یه تیم، فکر رو باشون در میون گذاشتم. بعد اومدیم شروع کردیم به اجرا. سراغ یه شغلی باید میگشتیم که خیلی دستی باشه. ماشینی به درد ما نمیخورد. ما که نمیخوایم بیزینس کنیم، ما نمیخوایم پولدار بشیم. هدف پول نیست، ولی جالبه پول میاد سراغت. پول اینجوریه حساب، وقتی قرضش میکنی منت تو میکشه، وقتی خیلی نگرانشی ازت قهر میکنه. این تجربه 15 سال بیزینس من. البته ما گندم درو میکنیم به تبعش که هم حاصلایت. گفتیم یک کاری رو دنبالش بگردیم که خدا هم بپسنده. کار زیاده، یه نفر میتونه بره قهوه خونه بزنه قلیون بده بچهای مردم بکشن ریه‌هاشون نابود بشه، جوازم بهش میدن، مجوزم بهش میدن، ولی خدا نمیپسنده. رفتم سراغ یه میوه قرآنی، میوه‌ای که در قرآن 7 بار ازش نام برده شده. زیتون دستیه، خیلی اشتغالش بالاست. تیمم گفتن این عالیه. شروع کردیم. رفتیم یه کارخونه بود که شروع به کارم کرده بود، آدم خیلی محترمی بود. رفتیم فکرمون رو باهاش در میون گذاشتیم، قضیه راه افتاد و رفت. احسان تمام مدت ثانیه به ثانیه کار با تیمم در این کارخونه من خدا رو تو سالن تولید دیدم. احسان برنامه تو نمیشه آدم خودش نباشه. تو برنامه تو آدم باید خودش باشه. یعنی چی تو سالن تولید؟ یعنی همون کسایی که سوء پیشینه داشتن بهشون کار داده بودین؟ آره چجوری؟ من دیدمش. چون وقتی که یک زیتونی رو زمین میفته، وقتی یک کالایی رو میره بفروشه، بذار اینجوری با مصداق بگم شاید بهتر بشه. یه روزی یکی از بچه‌ها اومده بود، خب هم خودش به زهی داشت هم خانمش. استاد راهنماشون اینا معرفی کرده بود، خب اعتیاد باشه بعدش هم به ذهن میاد. ولی اینا برگشتن، اینا 12 قدم روحانی رو رفتن برگشتن. اوکی برگشتی تمامه. یه شلی از این محصولات رو گذاشتم جلو. شل به اون بسته میگن 9 تا توش داره. گذاشتم جلوش. قیمتش میشد 18 تومن. گفت ببخشید میشه 2 تومنم به ما پول بدید؟ گفتم 2 تومن رو برای چی میخوای؟ گفت آخه من نمیتونم برگردم تو شهر، پول ندارم که اینو بفروشمش. همون آدم الان یه شرکت بزرگ داره، 100 نفر آدمم زیر دستش دارن کار میکنن. آفرین. به همین سادگی ما اگر باور کنیم که خدا با ماست و خدا به ما کمک میکنه، باور کنید قدم به قدم. بعضی وقتا به من میگن که خب بنویس چطور موفق شدی. نمیتونم بنویسم چون من هیچ تکنیکی بلد نبودم. من فقط با دلم دوستشون داشتم. مدیرانم به من کمک کردن. بهشون اعتماد کردید؟ اونا به من اعتماد کردن. اونا با جون دل کار میکنن. یه خانمی بود تو سالن تولید درای این شیشه ها رو میبست. ما ماشینم پول نداشتیم بخریم که بیاد در شیشه ها رو ببنده. در شیشه ها رو دستی میبست. ایشون هم سوء پیشینه داشتن؟ ایشون شوهرش مشکلی داشت. خودش سرپرست خانواده بود.
ولی مثل شیرزن وایساده بود. من وقتی کم میارم میرم سالن تولید، من عاشقش. میدونی معشوق وقتی میره سراغ عاشق چه حالی میکنه، هیچکی نمیتونه احساسش درک کنه. کم آورده بودم، سرمایه در گردش، مشکلات تولید، مشکلات فروش. رفتم تو سالن تولید، دیدم داره میبنده، بعد دستمال کاغذی کنارش خونیه. گفتم چی شده؟ دیدم دستش رو که این درا رو میبنده، زائده های کنار این درا دستش رو چاک چاک کرده، ولی بازم داره در شیشه میبنده. احسان برو تو همه دنیا بگرد، همچین کارمندی رو و همچین همکاری رو در یک شرکت بسیار بزرگ یا بسیار کوچک پیدا کن. شما پیدا نمی‌کنی، چون با دلش داره کار میکنه، چون میگه اینجا خونمه. مثل یه خاطره دیگه برات بگم، میدونم زیاد شد، میدونم، یکی بگم. یه روز روزنامه ایران یه صحبتی مصاحبه کرد که چرا اینجا شرط استخدام سوء پیشینه است. گفتم چرا نباشه. وقتی من شما تو شرط استخدامتون اینه که با سوء پیشینه داشته باشی؟ ما اولویت مال اوناست، مگه اونا نباشن؟ مگه نباشه؟ یعنی من اگه میخوام بیام تو کارخونه شما باید برم یه جوری بکنم تو کارخونه شما؟ نه شما رو استثنا اشکال نداره، شما خیلی مشهوری. آقا ما هم جرم زیاد کردیم. فرقمون با آدمایی که پیش شما کار میکنن اینه که خیلی از ماها همه قایم کردن و پنهون کردن، اینا بالاخره این اتفاق افتاده. قشنگ گفت. آفرین خیلی جالب. خب مصاحبه کرد و منم صحبت کردم و خیلی جالب. همه حستون رو بدید مردم به این قصه، همه حستون. سرگذشته احسان تاثیر میذاره رو سرنوشتم. این به من زنگ زدن گفتن که یه آقای اومده، یه جوونیه، میگه که من از زندان اسلامشهر آزاد شدم، میخوام اینجا کار کنم. این مصاحبه کرده، هم تیکه روزنامه هم دستش اومده اینجا. من از زندان اسلامشهر که نمیتونم خونه بدم که، ما فقط از مشهد میگیریم، تا یه مراحلی داره، داستانی داره، قصه‌ای داره، نمیشه. دوباره زنگ زدن که این نمیره، میگه من همینو ببینمش، عکس من واسه روزنامه، همینو ببینمش میرم. گفتم باش واسه میام. اومدم گفتم بیاد بالا. اومد تو اتاقم، یه جوون رشید خوشبر رو آقا. گفتم چی شده پسرم؟ گفت من 2-3 سال پیش توی اسلامشهر مواد غذایی توزیع میکردم، پولامو خوردم، بدهکار شدم به مردم، 10-20 تا بدهکاری داشتم. بعد اومدم رفتم از این بابا یه پولی نزولی گرفتم، ربا گرفتم که بدهکارم 1 نفر بشه. اونم بعد نتونستم قسطشو بدم، من انداخت زندان. ماده 2 شدم. ماده 2 یعنی تا زمانی که چکو پرداخت نکنی باید تو زندان باشی. 2 سال تو اون زندانم. خب چی شد؟ آزاد شدی؟ قصه ما چی شد؟ روزنامه دستت چه کار میکنه؟ گفت ما توی زندان تو بندمون میز ناهارخوری که نداریم که، سفره هم نداریم، روزنامه به ما میدن، ما پهن میکنیم، غذا میخوریم. تو روزنامه که پهن کردیم من خواستم غذا بخورم، اونجا یک دفعه دیدم نوشته شرط استخدام سوء پیشینه است تو این شرکت. گفتم بچه‌ها بیان، دولت برای ما کارخونه زده. یه امیدی تو این فضای تاریک بندا ایجاد شد. هر شب روزنامه رو یک بند میبرد و میخوندن. گفتم خب چی شد آزاد شدی؟ قصه اینجام قشنگ میشه. یه خیری اومده سال باباشو بگیره، گفته چه کاریه؟ برم پولشو بدم چند تا زندانی جرایم غیر عمد رو آزاد کنم. من جزو اونایی بودم که آزاد شدم. بچه‌ها پول جمع کردن، من اومدم اینجا. نبی تا به هم کار ندیم از جای تکون نمیخورم. احسان اینجاش قشنگه. اون الان انباردار منه. انباردار در شرکت ها یعنی معتبرترین، امانتدارترین و درستترین آدم. اون انبارداره و انباردار نمونه است و 1 ماه پیشم از مجموعه لوح گرفت به خاطر صداقت و اهتمامش در کار. آفرین. بریم سراغ مهمونامون. برامون تعریف میکنیم؟ شما تعریف کنیم برامون قصتون رو. تو محله و عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر و بینندگان محترمتون. خدمت شما عرض که من چند سال پیش اتفاقی برام افتاد. یه اتفاقی که شاید الان اقوامم، دوستانم، همکاران ببینن
جایی بس تعجب براشون داشته باشه، یه مقدار حذف کردنش براشون سخته. یعنی کسی نمیدونه؟ نمیدونست. الان خب میخوای تا اونجا که دوست داری رو تعریف کن، هر جور که دوست داری. میخوای اصلا نگو تو، یعنی در واقع اتفاقی افتاد که تو مجبور شدی که بری زندان ها؟ بله. نه حالا مشکل نداره، من یه مقدارش براتون توضیح میدم. من میدونستم خدای خودم مدیر عامل مجموعه‌ای که دارم توش کار میکنم و خانواده درجه یکم الان بین خودمون 80 میلیون نفر بمونه. جایی درز نکنه. امیدوارم بتونم با این حرکتی که کردم یه گره باز کرده باشم. همین. خب سال 88 یه اتفاقی علی خانی برام افتاد. منی که حالا تا اون بره از زمان حتی برای یه کار پیش پا افتادم توی کلانتری حالا مراجع قضایی پام باز نشده بود. توی مجموعه شروع به کار کردم، توی فروشگاهی بود، تو کار فروش لوستر بود، لوستر آنتیک. این صاحبکار ما یه فرصتی براش پیش میاد برن خارج از کشور، حالا کار بازرگانی خودشون انجام بدن. اون مغازه، اون شرایط، اون امکاناتو با توجه که حالا گذشته که من میدونستن در اختیار من میذارن. یه اطمینانی حاصل میکنن و تشریف میبرن مسافرت و حالا با توجه به این قضیه حالا اون موقع مثلا قرار مسافرتشون یک ماه طول بکشه. یه اتفاقی براشون افتاد، مدارکشون رو گم کردن. این تایمی که اونجا موندن بیشتر شد، 2 ماه 2 ماه طول کشید. تو این بین خب شما فکر کن یه فروشنده توی مغازه خیلی بزرگ، اون همه اطمینان توی مغازه‌ای که من شاید به جرئت بگم خیلی تونسته بودم تو روشن نگه داشتن چراغش مثلا کمک کرده باشم، یه غرور کاذبی میاد سراغ آدم، یه وسوسه‌های کاذب میاد کیفیت کار منو میاره پایین. اینقدر میاره پایین که صاحبکارم وقتی برمیگرده یه اتفاق عجیبی میفته که حالا در مجموع تو پرونده من این جرم میشه خیانت در امانت. و تو راهی زندان میشی؟ بله. چند وقت؟ من این مدتی که من رفتم، حالا از اون موقعی که حالا ایشون شکایت کردن اون اتفاقات افتاد 22 روز طول کشید، ولی من سابقه دار شدم. یعنی تو الان وقتی که سرچ میکنن اسم تو سوء پیشینه داری؟ بله من کاردکس شدم اونجا. تا الانم که با شما صحبت میکنم این سوء پیشینه رو یدک میکشم و در خدمت شما هستم. حالا خانومت هم کنارت نشسته، اومدی بیرون، اون کار که تعطیل بابت زندان هم رفتی؟ خیلی شرایط سخته، من شاید نتونم. یعنی موقع هم همسرت بود هم بچت بود بله دیگه؟ من یه دختر کوچولو داشتم، چند ماهه بود اون موقع. توی شرایط خیلی سخت، شما فکر کن از همه جا رونده، همه جا مونده. خیلی شوکه بعدی بود. بله دیگه. حالا اینکه حالا من اونجا مقصر بودم نبودم حالا واردش نمیشیم، چون اینجا جاش نیست حقیقتا. به حق من این اتفاق افتاد برام، به حق نیفتاد اینجا جاش نیست، راجبش صحبت نمی‌کنم. ما راجع به بازگشته می‌خوایم حرف بزنیم. تو بالاخره از اون زندان اومدی بیرون، کارتو از دست دادی، تازه کلی هم حرف و حدیث دور و برت بود، بعد دیگه بالاخره به قول خودت سوء پیشینه هم پیدا کردی، تازه خانومت، بچه‌ت، دور و بریا، خانواده درجه کم می‌دونستن، بالاخره تو باید کار می‌کردی دیگه. اینجا جایی که ما می‌خوایم راجع بهش حرف بزنیم. چیکار کردی؟ با توجه به اون روابط اجتماعی و روابط عمومی که داشتم اون موقع کار زیاد بهم پیشنهاد میشد، ولی من این چیزی یدک می‌کشیدم به عنوان سوء پیشینه. یعنی اینکه جرأتی نداشتم برام بگم که سلام خسته نباشید حمزه هستم اومدم برای کار، اینو جرأتش نداشتم. چون نمیپذیرن دیگه توی جای جامعه آدم سابقه دار ازت نمیپرسن چه جرمی داشتی. میگن شما سابقه داری، سوء پیشینه داری. یه هفته چند سال فرقی هم نمیکنه. دیگه براشون مهم نیست. خب یه چیز امر طبیعی. حالا ما یه صحبت مختصرم قبل از شروع برنامه دکتر داشتیم. حالا به نکته خوبی هم اشاره می‌کردم. یه جا یه جرقه خورد، یه استارتی خورد. حالا توی مجموعه خیلی بزرگی یه آقای به من اطمینان کرد، یه مدیر عامل دیگه نفر اولی به من اطمینان کرد. میدونست که تو سابقه داری؟ بله اطمینان کردن. به عنوان یه کارگر ساده وارد مجموعهشون شدم. اطمینانشون تا اینجایی حاصل شده که الان توی شرایط بسیار عالی دارم براشون کار میکنم، توی پست سازمانی خیلی عالی. مدیرم شدی؟ مدیر شدی؟ حالا تا یه بخش به اندازه امیدوارم تونسته باشم که این جواب اون اطمینانی که اون روز به من کرد داده باشم، با عمل کردم، با کیفیت کارم. خانمان برای ما بیشتر ماشاءالله به این معرفت، ماشاءالله. همون دعای
مادر شهید میری فکر کنم که برای هممون کافی باشه. از محسن و محمد و ایمان و همه بچه‌هام که زحمت کشیدن خیلی تشکر میکنم، چون روز خیلی سختی بود دیگه. بچه‌ها اومده بودن انگار مثلا کتک خورده بودن اومده بودن، انگار ماشاءالله جمعیت زیاد بود و اینا، حتی شرط تصویربرداری اینا هم خیلی سخت بود. این رو بهتون بگم. ما چقدر آماده داریم الان بچه‌ها برای محسنی؟ آخه خسته هم هستین ایمان جان، یه ذره بلندتر اگه صحبت. همون ستاره 724 مربع میتونید ثبت نام کنین، یا محسنین.ir یا شماره تماسایی که بچه‌ها براتون زیر نویس میکنن دیگه. میخوایم ان شاءالله هنوز به عید فطر نرسیده 270,000 تا تموم شه ها، کمک بکنین. این هم شماره هایی که خواهش میکنم مثلا موضوعات دیگه فکرامون رو بکنیم اول، ان شاءالله خواستین نهامی باشین بیایم جلوی وقت بریم یه ما بدیم یه قسمتی رو پرداخت کنیم و نکنیم و اینا بدتره، چون دیگه این بچه‌ها این کودکا که راجعشون حرف زدیم میدونن و چشم انتظارن و اون ضربه خیلی سهمگین‌تر از اینه که کسی اقدام نکنه. پس فکری بکنیم این هزینه‌ها رو بالا پایین کنیم. خیلیامون هم از پسش برمیاییم، یه یا علی بگیم و بیایم تو این قصه ان شاءالله که بهتر اتفاق بیفته. چقدر زمان داریم؟ خب خیلی خوب. بریم سراغ غلامرضا. حمیدرضا قصهش برای ما تعریف کرد آقای دکتر، شما هم شنیدید. بله زیبا بود. این رو هم بهتون بگم، ما چند نفر از ما هر کاری کردیم نتونستیم راضیشون کنیم بچه‌ای که برای شما کار میکنن و اینا رو، برای اینکه خیلیاشون یه جرمایی در واقع مرتکب شدن در گذشته. میگفتن که ما خودمون میدونیم و یواشکی آقای دکتر اگه میشه بیخیال شین دیگه. الان سال‌ها ما توی کارخونه دکتر مدیر شدیم و اینا داریم کار میکنیم، ما دیدیم درسته. دوستانی هم که اینجا حضور دارن قصه‌هاشون خیلی قصه‌های ساده‌ایه، ماجرای عجیب غریبی هم نیست، اما بالاخره سوء پیشینه پیدا کردن. این ماجرای هست. غلامرضا قصه تو چی بود؟ تو چیکار کردی؟ تا اونجا که دوست داری تعریف کن، هر جا که اذیتت نمیکنه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر مینانگار عزیز. قصه ما من یه زندگی معمولی و تو رواری داشتم تا روزی که برای یه کاری یه جا مشغول شدیم. تو اون لحظه من طمع بود، من همه انسان فکر کنم طمع دارم، من اونجا شاید نتونستم کنترل کنم این طمع رو. بعد یه سال دو سالی بود من اونجا مشغول بودم، به خاطر من این طلبم بتونم بگیرم. حالا از راه مختلف ما چکی از این آقای گرفتیم که آخرش منجر شد به اینکه ما خونه اینو مثلا توقیف کردیم. من دیگه تو این جریان نبودم و تو شهرستان بود، اومدم تو شهر خودم و گذشت و تا یه سال بعدش دیدم یه حکم اومد دست من رسید. به خاطر چکه؟ به خاطر چکه. چکه مشکلش چی بود؟ دزدی بود؟ نه خیانت در امانت زده بود که من آقا این چکو قرض دادم، نه به عنوان طلبش ندادم. حالا طلب اونقدر نبود که من ازش داشتم ولی چک بیشتر از اون بود. رفتی زندان؟ بعد من اون موقع تازه برگشته بودم به زندگی، رو گذشته تلخی داشتم که تازه برگشته بودم به زندگیم. خانمم بود مثلا بعد از 6 سال تازه برگشته بودن. بعد نمیخواستم این زندگی رو دست بدم، نمیخواستم زندان برم، ولی خب رفتی زندان غلامرضا؟ رفتم زندان. چند وقت زندان بودی؟ 3 سال حکم بهم مثلا قطعی اومده بود، ولی خب من اونجا خدا دوستمون داشت، حالا به خاطر خودم یا خانواده‌ام من کلا یه 2 ماه نشد. ولی وقتی اومدی بیرون تو هم سوء پیشینه دار شدی. یعنی و تو الان چیکار می‌کنی بعد از اینکه زندان اومدی بیرون؟ کار داری؟ شغل آزاد کارگری. کسی که آدمایی که میفهمیدن تو سوء پیشینه داری بهت کار میدادن؟ نه نمیدن بهت. نمیدن. تلاش کردی که کار پیدا کنی؟ بله میرفتم مثلا. چی میگفتن بهت؟ مدارک کافی نیست، نمیدونم سوء پیشینه داری، زندان رفتی، سابقه داری. حتی جایی آدم میرفت مثلا آبدارچی طرف می‌خواست، میگه باید لیسانس کامپیوتر داشته باشی، سوء سابقه نداشته باشی. به خاطر اینکه طرفو مثلا بهش اطمینان کنن که آقا این سوء سابقه نداره، یا آدم تاثیر کرده شاید مثلا بهش اطمینان کنی. فرق قصه آقای دکتر حمیدرضا و غلامرضا ما اینه که حمیدرضا خودش هم پذیرفته اون اشتباهی که در گذشته داشته، حالا به 1001 دلیل، اما یه آدمی بهش اعتماد کرده و جواب اعتمادش هم گرفتن. حمیدرضا یه آدم کار درست تو اون مجموعه تشکیلات. جان امیدوارم گرفته باشه. آره حتما، اما غلامرضا نه، یعنی هر چقدر آدم تلاش کرده این اتفاق براش نیفته. یه سوال کلیدی از خانوما دارم اینجا خیلی اهمیت داره، فکر کنم ذهن شما هم باشه. خانوما پای این ماجرا وایسادن. شما خود غلامرضا لای حرفاش یه جوری معلوم بود که شما قشنگ بهت حق میدادی که شما بذاری بری دیگه هم نیای، اما شما وایسادی حتی تو شرایط سخته. غلامرضا چرا؟
نه زمانی که غلامرضا کلا شکر گرفته بود دستش، ما اصلا جدا زندگی می‌کردیم. وقتی من شنیدم همچین قضیه براش پیش، خیلی براش دعا کردم که همچین به این قضیهش تمام بشه به راحتی و اینا. ما تازه هم آشتی کرده بودیم، می‌خواستیم برگردیم سر زندگیمون که همچین قضیه پیش اومد بعد 6 سال. بعدش ولی خب سعی کردم بهش اعتماد کنم. روز اول که از طرف قانون اومدن خونه ما برای خواستگاری و اینا، بعد سعی کردم بهش اطمینان کنم چون خیلی سوء سابقه داره، خیلی یعنی کارهای خیلی خلافی کرده. خیلی حالا ولش کن دیگه، حالا نه در نگو کل دیگه. میگم، یعنی میگم بیاید باورمون باید قوی کنیم، باید به هم دیگه اطمینان کنیم. یعنی من کنارش دارم، اصلا از ازدواجم پشیمون نیستم باش. یعنی خیلی راضی. مشکلات حل شده؟ خدا شکر حل شده. خیلی راضی زندگیمون تلاش میکنه، دنبال کار خیلی داره میدونه. نمیگم بیکار نشسته تو خونه، هر کاری نه الان مثلا آقای دکتر یه مجموعی داره که میتونه مثلا به غلامرضا کار بده. خب شما که غلامرضا رو خوب میشناسی، گذشته‌ش رو یادته، حالا بالا پایین و فراز و فرود زندگیتون رو حاضری شما بری تایید کنی کار کردن غلامرضا رو؟ بله. آره ضمانتش کنی. ضمانتش حاضری شما میکنم چون واقعا دارم میبینم روز چرا ضمانتشو میکنی؟ چون دارم تلاش رو واقعا میبینم، روز شب واسمون زحمت میکشه. شما چی خانم؟ منم والا آقای علیخانی خیلی شرایط سختی بود، حالا به حق یا ناحق این اتفاق افتاده بود. گفتم اگر من نخوام اعتماد کنم دیگه هیچ جا هم بهش کار نمیدن. خب یعنی کلا اگه من بخوام برم، بچه‌ش بخواد بره، خانمش بخواد بره، کارم که بهش نمیدن، کلا یعنی از زندگی ناامید میشه. شما شوهرتو هیچ کس به اندازه شما شوهرتو نمیشناسه که. بله. شما میرفتی ضمانتشو بکنی، بگی مسئولیتش با من، بهش کار بدید. خب دیگه باید اعتماد می‌کردم. یه ذره سست نشده بودی خود شما؟ چرا؟ صادقانه. ناخودآگاه آدم سست میشه. کجا فهمیدی که حمیدرضا دیگه تمومه، دیگه این آدم متفاوته، دیگه الان ضمانتشو میکنم؟ خب ببینید گذشتهش به هم ثابت شده بود، اصلا همچین اتفاقی نیفتاده بود تا حالا. گفتم پس از الان به بعدم میتونه خودشو ثابت کنه به من. نه بالاخره یه ماجرایی توی پروندهش هست دیگه، میدونی؟ میخوام شما تونستی بهش اعتماد کنی که بعد از یه غریبه توقع داری بهش اعتماد کنه؟ میگم دیگه همین فکر رو کردم، گفتم اگر من بهش اعتماد نکنم جامعه چجوری میخواد بهش اعتماد کنه؟ آفرین. اگر من که همسرشم دارم کنارش زندگی میکنم من اعتماد نکنم جامعه اصلا بهش نمیتونه اعتماد کنه. بعد دیگه میگم بالاخره فکر بچه‌م هم کردم. حمیدرضا بهت اعتماد کرده خانم؟ آقای علیخانی حالا اقرار نکرده باشم، شون به شون، ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه در کنارم بوده. سخت‌ترین شرایط خواستم که کمکش کنم. تو سخت‌ترین شرایط من میگن معمولا حالا این عاملش اینه، اینا که با مشکل حالا اینجوری دست و پنجه نرم میکنن معمولا خانم‌های خوبی گیرشون میاد. منم مستثنا نیستم، منم خانم خوبی گیرم اومد، میگم کنارم حرکت کرد. میگم حالا تو اوج سختیام که تو اون بره از زمان مهمتر از همه چیزی که به تو اعتماد کرد، یعنی گذاشت یه فرصت دوباره دیگه به تو حرکت کرده 100% یه اطمینانی واسه. غلامرضا تو چی؟ میتونست رها کنه شما رو بره، به شما اعتماد کرد، به پات وایساده. من از اونجا میام معجزه‌ای از خدا دیده بودم که اگر مثلا موقعی از زندان من اومدم بیرون ایشون گفت دیگه من برنمیگردم. دوباره قهر کرده بودن، فردا باز همین آش همین کاسه. من گفتم هرچی خوب خواست خدا باشه، ولی خب از ته دل ناراحت بودم که میتونه نیاد، حق انتخاب داره، امروز میتونه برنگرده، ولی برگشت. آقای دکتر ما تیتراژمون داره پخش میشه، هر چی دوست داری شما بکن. فقط ما کلی گشتیم، شبیه شما چند تا آدم پیدا کردیم توی مملکت که با آدمایی که حتی سوء پیشینه دارن کار میدن، برای اینکه باید برگردن، برای اینکه حق زندگی دارن، برای اینکه اتفاقا خانواده دارن و شرایطشون سخت‌تره و بعضی موقع خطرناک‌تره. شما این اعتماد رو کردی، خیلی این اعتماد رو نمی‌کنن، با اینکه هم ثروت دارن، هم دارایی دارن، هم اعتبار دارن، ولی نمی‌کنن. بذاری باشون حرف بزنم. بفرمایید. تو این 30-40 ثانیه. بفرمایید. وقتم خیلی کم. مردم سلام. کارخونه دارا سلام. کارآفرینا سلام. غلامرضا رو دیدید؟ خیلی مثل غلامرضا تو جامعه ما هست. من یه کارآفرینم، شما هم یه کارآفرینی. ما قانونا رو بلدیم. ما میدونیم 10% از نیروهامون رو اگر از این دوستان بگیریم هیچ اتفاقی برای درآمد ما نمیفته، هیچ اتفاقی هم برای محصول ما نمیفته. اینا بچه‌های ایرانن، اینا فرزندان این مملکتن. چند شبی بیشتر نمونده به این که سفره رو جمع کنن. نمیخوای نظر کنی؟ نظرت باشه غلامرضا، نظرت قبول. آقا مخلص.
همینقدر که شما انقدر حالتون خوبه و اون خاطره ها رو از حضور این آدم ها تو خط تولیدتون و کارخونه‌تون تعریف میکنین، یه دنیا ارزش داره. بعد شد بی معرفتی هم شما ببینی؟ هیچ وقت؟ به خودم قسم نه. یعنی هیچ کدوم از آدمایی که سوء پیشینه داشتن با شما کار کردن هیچ کدوم به شما خیانت نکردن؟ نه، چون ما عاشق هم، عاشق و معشوق زیر پای همدیگه رو نمیکشن. الحمدلله. خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنونم. یه جمله میتونی بگی؟ کوچولو می‌خواستم این لحظات. خب تو بذار برنامه تموم شد تو آیتم میاریمش. خوبه؟ خیلی ممنونم. یه جمله. خانمم ممنونم ازت. میدونم خیلی 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 سخت بهت میگذره که پای من وایستادی. دستتو میبوسم. حلالم. جمله مهم بود. نگران برگشتن به مشهد بودین ها؟ نگران خدا بود. الحمدلله. من فکر میکنم که یه نکته خیلی کلیدیه و اونم اینه که این اعتماده رو میشه ساختش. میتونیم بسازیمش، یهویی هم اتفاق نمیفته. ولی خیلی همون بیشتر بلدیشیم که خرابش کنیم. بعضی آدما رو یا بهشون اعتماد میکنیم میشه مثل کوه بهشون تکیه داد، یا میتونیم بهشون اعتماد نکنیم و مثل آوا رو سر خودمون خراب شد. این نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. تموم. خیلی ممنونم. ماهتون عسل.